وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم برادران عزیز و هموطنان محترم. من شما را در این ماه شریف، در این ماه رمضان مبارک برای یک و خاندان شما تبریک میکنم، مبارک میگویم این ماه مبارک رمضان را، ماه عفو، ماه بخشش، ماه عطا. برای همه شما من را تبریک میکنم. خدا کند که در این ماه مبارک رمضان، در این ماه بخشش، خداوند تمام گذشتگان من و شما را رحمت و مغفرت کند و این ماه برای ماه‌های بعدی، برای کل من و شما ماه مدرسه باشد، ماه پاکی باشد، ماه عفو و بخشش باشد، ماه عطا و ماه مهر و محبت باشد که غذای معنوی کل سال را ما در این ماه حاصل کنیم. باقی من در پرامای افیر از یوتیوب مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان با شما هستم. سنگلیف محمود، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی، و پاسخ در سوالهای شما را ما در این برنامه میگیریم و موضوع ما درباره فضیلت صدقه و زکات و بعضی مسائل نماز تراویحی که در ماه مبارک رمضان خوانده می شود، در این موضوع ها ما صحبت داریم. و شما ببینید که در اینجا اگر شما دنبال کنید، هر سوالی که شما دارید نسبت اعمال ماه مبارک رمضان، نسبت مسائل صدقه، نسبت مسائل نماز تراویح و نسبت مسائل زکات که بسیار شهروندان ما زکات خودشان را در این ماه میبرارند، شما میتوانید که در تماس باشید. 2 24 25 11 و نمره تلفن ما در افیر هست. باقی همچنانی که بیان کردیم، این ماه عطا هست، ماه صدقه است، ماهی هست که معلم دین من شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، آنچه که از ابن عباس در صحیح البخاری روایت می شود، میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کان اجود الناس، یعنی بهترین، جوادترین مردم بودند. و کان اجود ما یکون فی رمضان، یعنی در ماه مبارک رمضان اون سخاوتمندتر، جوادتر میشیدن، خصوصا اون زمانی که در ماه مبارک رمضان هر شب جبرائیل می اومدن و قرآن عظیم الشان را با یکدیگر اونها در میانشان درس میگذاشتند. یعنی قرآن را محمد صلی الله علیه و سلم در پیش جبرائیل میگذراندند. و کان بالخیر کریه المرسله، یعنی لفظ حدیث با این معنا هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه مبارک، خصوصا در اون ماهی که خود جبرائیل نزد پیامبر می آمدن، در خیر کردن و صدقه کردن مثل ریح المرسله بودن. ریح یعنی باد، یعنی اون باد میوزید که در اون خیر و رحمت و در اون باران عام بود، رحمت عام بود. با اون تشبیه میدید صدقه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، که در ماه مبارک رمضان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم این قدر خیر و صدقه داشتن، این قدر جواد بودن که کریه المرسله، یعنی به مانند اون بادی که با خودش رحمت دارد، با خودش عطا دارد، با خودش باران دارد، مثل اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه صدقه میکردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من فطر صائما کان له کاجره، یعنی هر انسان، یک مرد یا یک شخص روزدار را طعام میدهد، افطاری میدهد، مثل اون انسان روزدار کاملا اجر میگیرد، غیر انه لا ينقص من اجر صائم شیء، غیر از این که از اون مرد روزدار، از اون شخص روزدار هیچ ثواب کم نمی شود. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که خودت روزداری اجر کامل را گرفتی، اما اگر خودت افطاری دادی، طعام دادی شخص روزدار را، خودت کاملا ثواب روزه اون شخص را گرفتی. و غیر از این که اون هم
کاملا ثوابش را دارد. یعنی از ثواب اون کم نمی شود. ثواب یک شخصی روزدار را کاملا خداوند در نامه اعمال شما ثبت میکند اگر شما افطاری دادین روزداری رو. بنابراین ببینید بعضی ها 5 نفر 10 نفر 15 نفر و کسانی هستند که در تا 50 100 نفر افطاری میدهند. پس اونها این خوشخبری رو با خودشون داشته باشند که در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اجر هر یک اونها کاملا در نامه اعمال این نوشته می شود. برادران زنگ میزنن. بله سلام علیکم. شما در مبارک. صدا اینو چرا نمید؟ سلامت باشید برادر عزیز. یکم سوال دیگه ندارید؟ سلامت باشید، ما در پاسخ با شما هستیم. این برادر میگوید که ما در ماه مبارک رمضان کدام صلوات ها را زیادتر بگوییم، کدام ذکرها را زیادتر بگوییم و کدام دعاها در این ماه مبارک؟ چند دعای شما میگفتید میگه برای ما. شما ببینید هر انسان هر صلواتی بداند. اگر مثلا صلوات ابراهیمی را میگوید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، یا اللهم بارک علی محمد، این را میگوید. این بهترین صلوات در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است و هر صلوات با پیامبر صلی الله علیه و سلم بفرستد اجازت دارد. صلوات ابراهیمی در میان صلوات هایی که ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرستیم، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیب الله، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، هر صلواتی رو اینها بگویند تا چند مقداری رو بگویند برای اینها اجازت است. و از همه صلوات بهتر و پیامبر صلی الله علیه و سلم این همون صلوات ابراهیمی است که اکثر مردم ما، اکثر مؤمنین مسلمین این رو میدونند. و ذکرها شما میتوانید در این ماه سبحان الله، استغفر الله، الحمدلله، الله اکبر، اینا رو بگویید. لا اله الا الله، لا اله الا الله رو بگویید. و شما میتوانید سبحان الله بحمده، سبحان الله العظیم رو بگویید که اینا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که کلمتان خفیفتان فی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم. یعنی اون دو ذکر هستند که در زبان بسیار آسان است گفتنش و در روز قیامت به نهایت در ترازوی اعمال شما وزنین است، سنگین است و پیش خداوند رحمان محبوبند. اونها سبحان الله بحمده و سبحان الله العظیم هستند. اینها را بگویند و کسانی میتوانند سید الاستغفار را میدونند اون را در ذکرشان بگویند. اما دعاها در این ماه بخشش، ماه مغفرت، ماه که انسان ها روزه میگیرن، میگه دروازه یعنی جنت 8 دروازه دارد، یک دروازه مخصوصی آنان هست که در این ماه مبارک روزه گرفتن. لا يدخلها الا الصائمون، از اون دروازه فقط روزدارها داخل میشن. یقال له ریان، که نام اون دروازه ریان است. ما دعا بکنیم که الله تعالی ما را از اون روزگیرهای قرار بده که از باب ریان داخل جنت میشوند. و من از اینجا دعا میکنم که خداوند من و شما را از آنها قرار بدهد و دعا بکند برای بخشش گناهانش، برای گذشتگانش که خدا رحمت و مغفرت کند، برای این دعا بکند که اون را در تربیه فرزندانش خدا کامیاب کند، اون را رضامندی پدر و مادر نصیب کند. این دعاها را با خودش داشته باشد. اما اگر این برادر میگوید که من دعاهای شما برای ما بگوید که بکنیم، همون اللهم انی اسألك عفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة، این را دعا کنم. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، این را دعا بکنن و حسب حال خودشان دعا بکنن. اگر کسی گناه زیاد دارد، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین را دعا بکنن. کسی بیمار است، رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین را دعا بکنن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد عزیزم یک سوال داشتم. بله گوش میکنم شما را. همه قرض
درست خواندن نماز تراویح برای زنها مثلا چه باید بخونن طرز درستش؟ زنها زن با پیش اومد دیگه زنها مقصد مقتدی در برابر یعنی پیش در اومدگی نیستن یا زن سلامت باشید. سلامت باشید. دیگر سوال ندارید؟ نه نداره. سلامت باشید برادر عزیز. این برادر عزیز در ماه مبارک رمضان غالبا زنها هم کوشش میکنن که نماز تراویح داشته باشن. میگوید که وقتی نماز تراویح زنها میخونن اونها چگونه نمازشون را ادا کنن. البته از دیدگاه فقه مذهب امام اعظم رحمت الله علیه تمام جماعتی نماز زنها مکروه است، کراهیت دارد. لیکن اگر زنی دارن که اون قاری قرآن هست، میخواد قرآنش را حفظ کند، دور کند و یا میخواهند که نماز تراویح را ادا بکنند، اونها صف میکشند و صف مثل مردها امامشان در پیش نمیستد، امام اونها در وسط صف میستد، در میان صفشان میستد و نماز تراویح را ادا میکنند. با این گونه نماز تراویح را زنها میخوانند و نماز تراویح زنها همین گونه خوانده میشود. یعنی امام وقتی که اونها صف میکشند علاهیده نمیستد، در میان صف زنها میستد و اون میخواند و نماز تراویحشون رو ادا میکنند. ما درباره این سوال اون برادر که درباره دعاها گفتیم حالت خودشون رو ببینن، دعا بکنن. یعنی یک انسان میتواند که اون در حالت بیماری است، همون دعای حضرت ایوب رو بکند که ربی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین رو دعا بکند. و کسی در حالتی هست که مثلا فرزنددار نمیشود، دعای حضرت زکریا رو بکند، ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین رو دعا بکند. یعنی در این ماه مبارک، در این ماه اعطا، در این ماه بخشش، در این ماهی که انسان برای خداوند در طول روز خوردن و آشامیدن و پیش همسر رفتنش را، یعنی در هم بستر شدنش را ترک میکند به خاطر خدا. بنابراین در حدیث صحیح الله رب العزت میگوید که الصوم لی و انا اجزی به، یعنی روزه خاص به خاطر من الله هست. یعنی روزه عبادت هست که سیر بین بنده و خدا هست، بنابراین جزای اون را من میدهم. وقتی که یک چیز را عظیم میدهد اون چیز عظیم است، یعنی خداوند عظیم، خداوند بزرگ میگوید اجر و پاداش را من میدهم، پس باید ما بدانیم که اجر و پاداش او به نهایت بزرگ است. بنابراین این حدیث تا هنوز مخفی هست اون چیزی که عطا میکند خداوند برای انسان روزه‌دار. و گفتیم در این باره درباره صدقات صحبت میکنیم. شما ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من تصدق بصدقه من کسب طیب، کسی صدقه میکنه در این ماه و اون از کسب حلال است، اخذه الله بیمینه، الله تعالی این صدقه که از کسب حلال در این ماه داده شد، الله تعالی این را به دست راستش میگیرد، یربیها، این را تربیت میکند، برای این صدقه کن، تربیت میکند خداوند، حتی یأتی یوم القیامت هی کجبل الاحود، حتی روز قیامت این شخص صدقه کن می آید، اون صدقه ای که کرده بود در این ماه مبارک رمضان، اون را الله تعالی تربیت کرده است، اون را در روز قیامت مثل کوه احد دریافت میکند، مثل کوه احد میشود یک صدقه در این ماه مبارک رمضان. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. از دنبال یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم شما را. خیر و صدقات در ماه شریف رمضان باید با کیها داده شود که اجرش زیادتر شود؟ سلامت باشید برادر عزیز. باز سوال دیگری باشد؟ نه. سلامت باشید. این برادر عزیز ما شاید ما رو دنبال میکند و سوال کردن که در این ماه مبارک رمضان ما صدقه ها و خیرات رو به کیها بدهیم که ثوابش زیادتر میشود. برادران عزیز، در این جا من از این مرکز اسلامی برای شما از صحیح مسلم یک حدیث روایت میکنم. شما این را ببینید که صدقه کردن افضل و بهتر و خوبتر از خود خانه هست.
اگر خانه انسان محتاج هستند بگذار که اون از خانه خودش سر کند. بهترین صدقه اون است که با همسر و فرزند و پدر و مادر و خاندان خودش میکند. اما دوم مرحله اگر این میخواهد خیر و صدقه در این ماه بکند، برای خویشاوندانش بکند، برای اون صله رحم، برای اون خویش و تبارانش بکند که اونها نادارن، محتاجن. هم خیر و صدقه رو به جا میارد، هم صله رحم یعنی خویش تباریش رو اجرش رو میگیرد. و اگر این انسان خویش و تبارش هم دارا هست، این میتواند بر مسکین، بر فقیر، بر یتیمان، بر جای اون جایی که نگهبانی نابیناها میشود، نگهبانی یتیمان کل میشود، نگهبانی اون پیرزنها میشود، پسر پرستان، در اونجا و خصوصا در اون بیمارستان هایی که معیوب ها خواب هستند و انسان هایی هستند که از لحاظ روانی بیمار هستند، این خیر و صدقاتش را در اونجا بکند، ان شاء الله اجر پاداش کلان میگیرد. پیش از پاسخ سوال این برادر من حدیثی را از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردم که یک صدقه از کسب حلال در این ماه مبارک انسان را در روز قیامت پروردگار اون را تربیت میکند، برایش مثل کوه احد دریافت میکند و اینها بکند. اما اون حدیثی که از مسلم من گفتم نقل میکنم اون هست که یک روز یک زن به خانه عایشه مادرمون آمد. سوال رو من بگیرم، من دنبال میکنم. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. بله گوش میکنم. از نظر کره خورشید زنگ میزنم. سلامت باشید. در اینجا برادر عزیز در افیر هستیم ما. شما یک نیم ساعت پس میتوانید زنگ بزنید. معلش خوب شد بخش. سلامت باشید. اون حدیث در صحیح مسلم هست که زن با دو دخترش خانه عایشه مادرمون آمدن، گفتن هیچی ما در روزگارمون نداریم، یعنی داریم که خیر و صدقه برای ما بکنید. عایشه مادرمون وقتی خانه اش را میکاود، خانه محبوب خدا، رسول خدا، محبوب ترین انسان در زمین پیش پروردگار اون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و دوست داشته ترین همسرش بعد خدیجه عایشه مادرمون هست، خانه اش را میکاود، ثلاث تمرات، 3 خرما میآورد. این 3 خرما را به اون زن پیشنهاد میکند. اون زن میگیرد، یک خرماش را دخترش را میدهد، یک خرمای دیگرش را با دیگری دخترش میدهد، یک خرمای دیگرش را خودش گرسنه است اون مادر در دهانش میکند. اون کودک ها این خرماهای خودشان را میخورند، مادرشان را میقپند که برای ما بده، برای ما بده. اون مادر این خرمای دهانی خودش را بیرون میکند، 2 قسم میکند، به هر دو اینها باز میدهد. اون مادر است، فرزندان گرسنه هستند، خودش هم گرسنه است، اما مادر همیشه قربان فرزندها هست. وقتی با اونها میدهد، عایشه مادرمون این حالت را میبیند، چشمانش پر از آب میشود. وقتی اون زن میرود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید، عایشه مادرمون این را قصه میکند با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که زن آمد، یعنی خانه خودمون چیزی از ما طلب کرد و ما همین قدر چیزش و 2 دخترک با خودش داشت که همین حادثه رخ داد. این را نقل میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب میگوید که حرمها علی النار، یعنی الله تعالی جسد این مادر را حرام کرد بر آتش دوزخ. یعنی این مادر با این عملش خودش را از آتش دوزخ نجات داد. خداوند جسد این مادر را حرام کرد که به اون آتش از دوزخ برسد. بنابراین برادر عزیز که سوال کردن، بهترین صدقه همون است که شما ابتدا بکنید از خانه خودتان، از خویش تبار خودتان، بعدا از اون چیزهایی که ما بیان کردیم. و یک چیز است که من در اینجا میخواستم بیان بکنم، اون هست که برادرم در تلفن خودمون سوال میکند که آیا در خانه نماز تراویح را خواندن اجازت هست یا میشود نماز تراویح در خانه بخواند؟ شما ببینید از دیدگاه
تنها، یعنی خودش تنها در خانه نماز تراویح بخواند. شما ببینید از دیدگاه فقه مذهب امام اعظم رحمت الله علیه نماز تراویح را با جماعت خواندن، یعنی جماعت نماز تراویح در مسجد سنت کفایه است. اگر بعضی از اون محله بیاین نماز با جماعت تراویحشان را در مسجد بخوانند، اون انسان میتواند که خودش تنها نماز تراویحش را در خانه بخواند بدون یگان کراهیت. میتواند، بله حتما میتواند. و برادران عزیز، امروز من یک چیزی گفتنی هستم. بسیاری دوستان یک کاری خطا میکنن، هزارها عذر میخواهم من. اونها کوشش میکنن که زکات خودشان را در این ماه مبارک برآورده کنند چون که ثوابش بیشتر شود. و خطاگی اونها در این است که زکات رکن از ارکان اسلام است. اون وقتی وقت و معیار خودش را دارد، زمان خودش را دارد. وقتی که شما ماهی انور صاحب زکات شدید، ماهی انور آمد بالای اون دارایی شما، یک سال گذشت، در ماهی انور شما باید زکات را برآورده کنید. زکات رکن از ارکان اسلام است. در حالت دیر کردن و تأخیر کردن شما گناهکار میشوید. بنابراین زکات همیشه برای اینکه در موقع خودش برسد، برای انسان رکن از ارکان اسلام را ادا کرد و اجر پاداش خودش را گرفت. نباید دوستان انتظار شد. بعضی از برادران نگاه میکنن دهه اول، دهه میانه و در دهه آخر که شبهای قدر است، در اون هنگام زکاتش را میدهند. حالا که علما و فقها بر این هستند که اگر کسی زکاتش در ماه مبارک رمضان باشد، در دهه اولی ماه یعنی در روزهای اولی ماه مبارک رمضان باید زکاتش را ادا کنند. این را باید دوستان لحاظ کنند، این چیز را باید بفهمند، با این خطاگی راه ندهند. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حضرت سلام دادن ممکنه؟ بله بله گوش میکنم شما را. شما در پرامو افیر است. بنیاد یتیمخانه، مکتب، مسجد درسته یا که نه؟ نفهمیدم، یک بار دیگر. زکات را برای بنیاد یتیمخانه یا که مسجد، مکتب درسته یا که نه؟ سلامت باشید برادر عزیز. سوال دیگری باشد؟ نه. سلامت باشید. این برادرمون میگوید که اینم یکی از سوالهای مبرم روز هست. میگوید که با پول زکات بنیاد کردن بانگاه طبی، مکتب، راه، آب برآورده میشود یا نه؟ شما ببینید دین مبین اسلام در تعلیماتش میگوید که مال زکات را باید به کسانی که زکات داده میشود شما اونها را مالک بگردانید. مسجد، مدرسه و مکتب، بنگاه طبی، یعنی پول ساختن، راه ساختن، اینها پول زکات را در اینجا دادن، زکات شما ادا نمیشود. اینها را شما میتوانید یعنی صدقه جاریه گفته بدهید که اجر زیادی دارد. اینها را میتوانید که در راه خدا گفته بدهید، هدیه بکنید، جوانمردی بکنید. مثل این حدیثی که گفتیم، مثل کوی احد شما در روز قیامت یافت میکنید، این صدقه ها را بکنید. اما با پول زکات اینها را ساخته نمیشه، اجازت نیست. بله سلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشید. گوش میکنم شما را. رحمت الحمدلله. سلامت باشین. گوش میکنم شما را. بله بله. همین زکات دادن تنها پول باشه یا مواد خوراکی، لباس و چیزهای روزگار نیز میشود؟ سلامت باشید. سوال دیگری دارید؟ نه وزیر همین خبر. سلامت باشید. برادر عزیز، اینا همچنانی که من در بالا گفتم، مردم ما زکاتشون رو در این ماه میبرند. بنابراین اکثر سوال ها در باب زکات هستند. و این برادر سوال میکند که آیا پول زکات را فقط پول دادن در کار یا دیگر اشیا مثل طعام دادن، مثل آرد و گندم و روغن و برنج دادن، مثل لباس دادن میشود یا نه؟ از دیدگاه فقه مذهب امام اعظم رحمت الله علیه شما لباس میدهید غیر پول، آرد و روغن و برنج میدهید، شما طعام میپزید برده میدهید.
این همه اینها اجازت هستند. فقط در اینجا یک مسئله است که شما باید این خطاگی را نکنید. اون این هست که ما نمیتوانیم پول زکات را، یعنی یک دیگ طعام بپزیم و مثلا یک دیگ آش بکنیم، اون را تقسیم بکنیم بگیم که این زکات ما هست. یعنی عموم به طور عاموی طعام پختن دادن این نمیشود. اما طعام درست کند خاص برای یک انسان برده بدهد، طعام میشود زکات باشد. زکات گفته بدهد میشود. به هر حال یعنی میشود که پول زکات را غیر پول دیگر چیزها داد اجازت است. و برادران عزیز در پاسخ با ما باشد، اگر کسی زکات را چند سال نداده با نیت زکات شرط است. شما ببینید کسی که چند سال زکاتش را نداده است، برادر سوال کرده است در تلفن ما که زکات چند سال نداده است. دو سوال کرده است. یک سوال این، دویم سوال این که نیت در زکات. برادرانی که زکات میدهند در دو جا میتوانند نیت بکنند. یکی نیت در حالت جدا کردن مال از دکان یا از خانه، وقتی که جدا میکنن که اینمین مال اینمین مقدار ما زکات میدهیم، همین جا کفایه کرد. نیت جای خودش را گرفت. البته نیت قلبی هست، نیت جای خودش را گرفت که این مال زکات است، برده میدهند. شرط نیست که اونها را بگن که پول زکات است. اونها مستحق زکات باشن، یعنی سزاوار باشن که زکات بگیرن، برده میدهند. این هم مسئله دوم، اگر در اینجا نیت نکردن، در حالت دادن نیت زکات بکنن. نیت زکات قلبی هست. اگر نیت زکات را بکنن شرط نیست که اونها را بگن که برادر این زکات مال من هست. میدونن که اونها فقیر و مسکین هستن، مقداری برده با اونها میدهند و میروند. در این دو جا میتوانند اونها نیت بکنن. اگر در اون حالت جدا کردن کفایت میکنن، در حالت دادن نیت شرط نیست. اگر در اونجا نیت کردن، در حالت دادن باید نیت بکنن. و اون برادرایی که چند سال زکات را نداده اند، اونها در دیدگاه فقه مذهب امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر فقها همین است که زکات خودشان را سالهای گذشتگیشان حساب کنند، زکاتشان را برآورند. زکاتی سالهای گذشتگی را برآورده عطا کنند. بله، سلام علیکم. الو، سلام علیکم خیلی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشی اشعری. زنگ میزنیم. خیلی یک سوال داشتیم. بله، گوش میکنم شما را. همین یک نفر در قرض دادگیم برگرداندنش نامعلوم است. از اون همون زکات میتیم یا نمیتیم؟ سلامت باشید. دیگر سوالی باشد؟ با یک سوال دیگه هم دارم. من کنم همین تجارت در مشغوله. مثلا هم تجارت که موضوعی که مثلا میخریم یا میفروشه همین حسابی نرخی که بونش نمیمونه میفروشه همون حساب کنم. فهمو. سلامت باشید. سوال دومی شما را من گرفتم. سلامت باشید برادر عزیز. این برادر عزیز ما دو سوال کردن، بسیار سوال‌های جالب کردن، سوال‌های مبرم روز هست. یکی سوال درباره این که ما بالای دیگر انسان‌ها قرض داریم و نامعلوم هست که اونا قرض ما را میدهند یا نمیدهند یا کی میدهند. ما زکات اونها را چگونه کنیم؟ دیدگاه فقهی این هست که ما دو نمود قرض داریم. قرضی که بالای انسان ها داریم دو نمود است. یک نمودش این است که اونها قرض های معترف هستند. اعتراف میکنن که من از شما مثلا 10,000 سامانی گرفتم، از شما قرض دارم و قرضش را برای شما برمیگردانم. این قرض معترف است، یعنی اون اعتراف میکنن. این روز زکاتش را ما میدهیم، زکات این را حتما میدهیم. اون ملک ماست، مال ماست، در اونها قرض دادیم. اما دومیش این است که اون انسانی که از ما قرض گرفتگی هست، اون از ما میگریزد، فرار میکند و چیزی هم برای دادن هم دارد یا ندارد نامعلوم است و گاهی وقت میگوید که من قرضم رو میدهم یا نمیدهم و سالها دارد میگذرد بالای اون. در این صورت این قرض غیر معترف است. این حکم مال غصب را دارد، یعنی گویا که مال به زکات رسید، کسی اون را غصب کرد، برداشت برد. کدام وقتی که اون زکات را داد، کدام ساله، همون سال زکاتی دومین، یعنی گفتیم دو نمود است، نمود دومیش که اون غیر معترف است، اون نامعلوم است کدام سال میدهد.
داراییش هم نیست و نمیدونم مثل امروزها تلفنش رو حلش میکند، بار اون را میکوبیم، وقتی میابیم نمیابیم. این حکم مال غصب رو دارد. کدام سالی که آورده داد همون سال زکاتش رو میدهی، دیگر سالهایی که در دست اون بود اون سالها معاف هستند، اون سالها زکات ندارد. این زکاتی از اون انسان‌هایی هستند که قرض رو گرفتن و اعتراف نکردن، غیر معترف است. و بعضی فقهای معاصر بر این فتوا دادن که اون انسان معترف هم، یعنی قرض اولی هم، اگر سال اول نداد شما دادین زکاتش رو، سال دومی نداد شما زکاتش رو، سال سومی نداد شما زکاتش رو دادید، با وجود این که او اعتراف میکند اما پول رو نمیدهد، سالها شد میگذرد، اون را بعد 3 سال، بعد چند ساله شما میتوانید که در حکم مال غصب اون رو بنویسید. یعنی کدام سالی داد همون سال زکاتش رو بدهید و سالهایی که در نزد اون هست دیگر اون سالها رو ندهید. خصوصا اون نوع انسانهایی که شما میروید اون قرض گرفتگی از دارایی ندارد که قرض شما رو محکم کند و زیاده از 3 سال 4 سال شد میگذرد و شما زکات اون رو میدهید، اون رو در قسم دومی بنویسید میشود. و سوال دومی که این برادر کردن، اینا میگوید که ما صاحب کار هستیم، یک چیز رو ما میخریم آورده میفروشیم، مثلا 50 سومانی میخریم 70 سومانی میفروشیم، آیا ما زکات مال تجارتمون رو، مال بیزنسمون رو وقتی که برآورده میکنیم از 50 حساب کنیم یا از نرخ خرید یا از نرخ فروش که 70 میفروشیم؟ اینا از دیدگاه امام ابو یوسف در فقه امام اعظم اینا هر دوشون اختیار دارن که 50 حساب کنن، مادامی که نفروختن اون مال رو زکاتش رو برآورده کنن، اما اینها اختیار دارن که 70 حساب کنن. اما وصیت علما این هست که اگر این انسان باری رو آوردگی هست که میداند که این رو 70 من میفروشم و فروش 70 دارد میفروشد و انسان این 70 اگر نرخ فروش اگر حساب کند زکاتش را برآورده کند، این با منفعت تر هست برای انسان هایی که مستحق زکاتند، مثل مسکین ها و فقیر ها. این بهتر و خوبتر است. این سوال دومی این برادر بود و برادرها دارن در تلفن خود من می نویسن سوال ها رو، من از اینجا هم دارم میگیرم. برای چی بعضی ها نماز تراویح رو 8 رکعت میخوانند؟ سلامت باشید. یک سوال دیگه کردن که زکات و صدقه چی فرق دارد؟ برادر عزیز، زکات رکن از ارکان اسلام هست. تا اگر اون نصاب دارد، مثال نصاب امسال 64,000 سومانی اگر باشد، بالاش 1 سال بگذرد 1600 سومانی شما زکات میدهید. در صورت ندادن وعیدهای سختی هست برای انسان‌هایی که زکات نمیدهند. اون عذاب در قبر و مصیبت برای اون انسان ایجاد میکنه در روز قیامت، در میزان و در صراط. این رکن از ارکان دین هست. در زمان ابوبکر صدیق اونانی که زکات نمیدادن در مقابل اونها میجنگیدن و زکات تقریبا در 32 جای قرآن در بری نماز ذکر می شود که شما نماز رو ادا کنید و زکات رو بدهید و بسیار این رکن از ارکان اسلام است. اما صدقه این یک چیزی هست که انسان از خودش میکنه، این فرض نیست بر انسان، واجب نیست برای انسان. انسان از خودش میکند که خداوند گناهان او را بخشد، خداوند از او راضی شود، خداوند مال اون را تازه کند. صدقه سیر باشد، پنهانی صدقه تدفع غضب رب، یعنی خاموش میکند غضب پروردگار را. صدقه تدفع البلا، بلا را دور میکند صدقه، اگرچه فرض واجب نیست صدقه کردن، اما این خوبی های زیادی دارد. مثل کوی احد اون را از روی اجر ثواب روز قیامت شما درک میکنه. حتی در بعضی آثار آمده است که یعنی مرزاکم بالصدقه، شما دوا کنید بیماری هایتون رو با صدقه کردن. صدقه کردن میشود که برای انسان تن صحت الله تعالی عطا کند. بنابراین این هست. و اون برادر دیومی که من سوالش رو خوندم این بود که بعضی ها چرا نماز تراویح رو 8 رکعت میخونن. من میخواستم که در این باره یک کم ترک با تفصیل صحبت کنم، دوستان این رو گوش بکنن.
شما ببینید اول اینکه وقتی که سال دوم هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره رفتن، در ماه شعبان رمضان مبارک فرض شد. وقتی که رمضان مبارک فرض شدن، همگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 9 رمضان حیات دیدن، بعد از اون وفات کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. این 9 رمضان را اهل سیرت و تاریخ میگویند که 5 سال این را 29 گرفتن، 4 سالش را 30. بعضی ها اهل تحقیق گفتن 7 سال این را 29 گرفتگی است. اما سوال این برادر که چرا بعضی ها 8 رکعت نماز تراویح میخوانند، نماز تراویح 8 رکعت در دین مبین اسلام نیست. من میخواستم در این باره صحبت کنم. چون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که رمضان فرض شدن، شب اولی مسجد اومدن با قوم نماز خواندن، شب دومی اومدن، در بخاری لیلتین است، 2 شب است. در دیگر کتاب‌های حدیث 3 شب اومدن، شب چهارم نیومدن. وقتی که مردم رفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیارن نماز بخوانن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح گفت که اخاف ان تفرض علیکم، من میترسم که این نمازی که شبهای رمضان میخوانیم بر شما فرض نشود، بنابراین من نمیایم. همچنان طبق احادیثی که ذکر هست، مردم تنها خواندن در طول حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم. و در زمان ابوبکر صدیق هم 2 سال و چند قهمی خیلی میخواندن. و در زمان حضرت عمر و دیدگاه فقه مذهب امام اعظم همین است و دیگر فقها که نماز تراویحی که ما 20 رکعت با جماعت ویتر میخونیم از خلفای راشدین ثابت است، از حضرت عمر ثابت است. بعضیا سوال میکنن که پیامبر این گونه خواسته شما این گونه میخونین، نماز تراویح ای پیغمبر ثابت نیست. مشروعیت نماز شبهای رمضان از پیامبر ثابت است، یعنی پیامبر اومدن. چون که در زمان حضرت عمر هم دید که دیگه این فرض نمیشود. اون ترسی که پیامبر داشت دیگه نه پیامبر هست نه نزول وحی است. بنابراین حضرت عمر آمدن در زمان خلافت خودشون در مسجد مدینه مردم رو در پشت قاری که ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه بود یا تمیم داری، در پشت این 2 نفر مردم رو جمع می‌کردن. مردم 20 رکعت نماز تراویح می‌خواندن با جماعت ویتر. و این اون 8 رکعتی که برادران می‌خوانن تماما اون تراویح نیست، اون تهجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اون قیام لیل است. و اینه که ما میخونیم این از حضرت عمر ثابت است. شما ببینید کل صحابگان در مکه و مدینه 20 رکعت با جماعت ویتر میخوندن. تابعین 20 رکعت با جماعت نماز ویتر میخوندن. تبع تابعین 20 رکعت با جماعت در مکه مدینه با جماعت ویتر میخوندن. این از حضرت عمر ثابت است. این نمازهای شبهای رمضانی هست. این نماز تراویح بعدا نام گیرید. تراویح جمع تراویح است، یعنی هر 4 رکعت بعد که وقتی استراحت دارد اونجا امیر نام گذاشتن تراویح. این نماز شبهای رمضانی هست و از حضرت عمر ثابت است. این تماما دیگر چیز است. اون چیزی که مردم 8 رکعت میخوانند و از کتاب صلات باب قیام لیل از عایشه مادرمان استدلال میکنن، من در اینجا برای شما بگویم که اون استدلال تماما خطا هست. برای چی خطا هست؟ به این خاطر خطا هست که اون روایت عایشه مادرمان وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشت از دنیا 18 سال عمر داشتن، ولی نه بخاری بود نه بخاری نوشته شده بود. و اون روایت 11 رکعته که در رمضان و غیر رمضان 11 رکعت است، اون روایت در نزد عایشه مادرمان بود و اون از فقهای صحابه است. اون بدعت رو ببیند، خرافات رو ببیند، اول من میکند. اون عالمه است، فقیه است. اون در مدینه وجود دارد. 58 هجری از دنیا گذشتن. سال 14 هجری خلافت حضرت عمر صحابگان همش در پشت ابی ابن کعب 20 رکعت با جماعت و با جماعت ویتر نماز میخوندن. چرا عایشه نیامد بگد که نزد من 8 رکعته هست؟ حدیث
و شما 20 میخونید. چون آنچه که نزد عایشه مادرمون هست اون تهجد پیغمبر است. آنچه که نزد اینا هست اینا نماز قیام شب‌های رمضان رو دارن میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. یعنی کسی رمضان رو از روی ایمانداری روزه میگیرد و شبش رو قیام میکند تمام گناهان اون بخشیده میشد. اینو دارن قیام شب‌های رمضانی میکنن. و در دین مبین اسلام پیروی کردن خلفای راشدین این امری معلم دین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. چرا عایشه نمیاد اینها رو منع بکند؟ به خاطر نمیآید منع بکند که اون چی نزد عایشه است اون دیگر چیز است، اون تهجد پیغمبر است. این نمازی همین که خودمون تراویح میگوییم یا نماز قیام لیل یا نماز شب‌های رمضانی هست که از حضرت عمر ثابت است. بنابراین در بعضی روایات شما میبینید که همین ابی ابن کعب 20 رکعت نماز تراویح رو میخوندن، در ویتر کسی دیگری را امام میگذاشتن خودشون میرفتن، چون که اون با این 8 رکعت نماز پیامبر رو میخوندن تهجد رو، بعدا ویترشون رو میخوندن. بنابراین این دیگر چیز است. و اونی که برادران میآیند 8 رکعت در مسجد دوتا نیت میکنن میخونن و از همین حدیث بخاری روایت میکنن فرار میکنن، در پرت دین نمیتوانن این را ثابت بکنن. چون که اونی که در بخاری از عایشه مادرمون روایت میکنن ینوی اربعا اون چهارتا نیت میکرد، تنها میخوان پیغمبر. ولا تسأل ان طولهن و حسنهن، از درازیش و زیباگیش نپرس میگو، اون تهجد پیغمبر است. اینایی که میان اینجا با جماعت میخونن دوتا میخونن و در هشتم فرار میکنن از اون استدلال میکنن، اون حدیث اینها رو تماما یاردم نمیکنن و اینها فقط رمضان این کار رو میکنن. 11 ماه دیگر فی رمضان و غیره همین رو هم نمیکنن. برای همون اینو فتنه نکنن در میان جامعه. 4 مذهب اهل سنت و الجماعت تا امروز حنبلی، شافعی، حنفی 20 رکعت نماز تراویح میخونن با جماعت ویتر. و مذهب امام مالک 36 رکعت میخونن. میدونین برای چی؟ به خاطر اینکه عمر ابن عبدالعزیز که اون امیر در مدینه بود از اموی ها، و شما میدونید که اون بعضی ها اون را از خلفای راشدین میدونن. میگه خلفای راشدین 5 تا بودن، یک تاش عمر ابن عبدالعزیز بود با اون تقوا و با اون علمی که ایشان داشتن. همین عمر ابن عبدالعزیز مردم مدینه را گفت که ما نماز شب‌های رمضان را 36 رکعت میخونیم. بنابراین مذهب امام مالک 36 رکعت از نماز تراویح. و مردم اومدن گفتن که چگونه ما 36 رکعت بخونیم که در حرم یعنی در مکه مردم 20 رکعت میخونن. عمر ابن عبدالعزیز در جواب گفت که هم یطوفون و نحن لا نطوف، اونا طواف خانه خدا دارن و خودمون طواف خانه خدا نداریم. بنابراین 36 رکعت میخوندن. امروز شده است این تا زمان همین پاندمی در مکه و مدینه 20 رکعت میخوندن. امروز شده است این مشکلات، این شده است این مصیبت، این شده است این نمیدونم میان سلفی و حنفی و نمیدونم علفی و اینها بحث و بررسی و چی شده است که این بدعت است و این فلان است. این را دوستان خوب نزد خود داشته باشند. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامنا جان یک سوال داشتیم وقتیش. بله گوش میکنم شما. دامنا جان همین صف یکم میدونیم که سوالش بسیار است، همین کم ترک معلومات درباره صف یکم میدونید. بعد از پشت امام همین صف یکم اگر از کنج مسجد خونی همون ثواب دارد یا که از پشت امام خواندن همون ثواب داشته باشد؟ سلامت باشید برادر عزیز. بسیار سوال جالب کردن. بعضی ها کوشش میکنن صف اول را بخونن. پیامبر گفتن که درباره صف اول هم گپ زنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید که خیر الصفوف الرجال اولها، بهترین صف های مردان صف اول است. مردان در صف اول بیستند، کوشش بکنن. نه که اگر انسانی که نیامده بود، مردم اومدن صف اول گرفتن، از عقب میآید پاچش را میبردارد بالا و با بالای مردم صف اول میرود. این معنی شده است در حدیث که مثل شتر بالای مردم نروید. این معنی شده است. البته خیر ثواب زیاد صف اول دارد در نماز، این هست در حدیث. اما پشت امام، اینا سوال در دوام سوالشون کردن که پشت امام ثواب زیادتر هست یا اینکه همون صف اول در طرف راست یا چپ باشی هم همون است.
همه یعنی صف اول برابر است. اما شما یک چیز را باید بدانید برادران عزیز که پشت امام جای مردم عوام نیست. در حدیث می آید که در پشت امام علما بیستند، آنانی که قرآن رو میدانند، آنانی که احکام و مسائل نماز رو میدانند. چون که اگر مشکلات برای امام ایجاد شد، نماز مردم رو اینا فاسد و باطل نکنند، این عالم پیش بدارد نماز را دوام بدهد. پشت سر امام جای علما هست در حدیث می آید. من فکر میکنم در روایت در مسند احمد ابن حنبل هست که در پشت امام یعنی علما بیستند، اونجا جای مردم عوام نیست. اکثر مردم ما این را رعایت میکنن. من در مسجد وقتی میگردم پشت امام همون قاریا هستند، همونایی که تسبیح میخوانند، یعنی کسانی که باید بیستند در اون پشت امام که اونا اهل علم باشند، هم قرآن بدانند، هم مسائل فقهی و احکام نماز را بدانند که وقتی مشکلات برای امام ایجاد شد، طهارتش شکست یا بیمار شد، هر مشکلات شد، اینا نماز را دوام بدهند از اون جایی که امام بند میشود. سلامت باشید برادران عزیز. برای سوال و پاسخ شما من بسیار منتظرم و برادرایی که در تلفن من می‌نویسند اگر امکانیت باشد همین سوال دختری خالد جواب میگردوندید. این چی سوال گفته است؟ این چی کرده است؟ باز نکرده تلفن من کسی. سلام علیکم اکای حاجی میرزا سازن. خوبه؟ این بسیار درست سوال کرده. به هر حال ما روزای خدا بسیاره یک کارگاه داریم همجا. میگه که اگر که تو حاضر امرا بخوری 60 روز قرضدار میشه. بگم یک تا دارو بخورم خرمالی با قرضدار میشم، یعنی رو میگیرم. روزای خدا بسیاره یک کارگاه داریم همجا. میگه همون گنده بزرگ درد داره که این خواهر عزیزمون یک سوال دارد. میگه که من بیمارم و دردم خیلی زیاد است، من میخواهم که یک دارو بخورم. یکی از کارگران ما میگه اگر این دارو رو شما بخورید شما قرض طاقه نمیگیرید، یعنی بعد رمضان یک روز قضایی نمیگیرید، شما 2 ماه پای در پای میگیرید. این کارگر اینها چون که دیدگاه دین رو نمیداند برای این خطا فهماندند. مسئله را درستش این است که به این خواهر اسلامی ما باید میگفت که شما وقتی که بیمار هستید در اسلام در قرآن آمدگی هست که اگر انسانی که در رمضان بیمار است اون میتواند که دوایی بخورد، میتواند که روزه اش را بخورد، خودش را علاج کنه. دین اسلام بسیار دین آسان و سبک، همیشه انسان را حفاظت میکند، حیات انسان را حفاظت میکند، انسان از بیماری ها نگاه میدارد. برای میگه شما وقتی بیمار هستید بخورید، در روزهای بعدی بعد قضا بگیرید. اون 2 ماهی که در پای اون پای باید بگیری، اون برادر این خواهرمون رو گفته است، اون برای انسان سالم است. یک انسان سالم در روز رمضان قصداً میخورد، طعام میخورد یا دارو میخورد، 100% از سالم است. یا یکم چی مینوشد یا با همسرش هم بستر میشود در روز رمضان قصداً. این انسان همون کفارت در ذمه این واجب می شود. این 61 روز روزه می گیرد، 1 روزش قضا می گیرد، 2 ماهش را پای در پای می گیرد. یعنی حق ندارد که 20 روز بگیرد بخورد با بگیرد، نه، پای در پای می گیرد. اون برای انسانی صحیح و سالمی است که در روز رمضان قصداً یا می خورد یا می نوشد یا هم بستر می شود با همسرش. و اگر کسی صحیح و سالم هم هست در روز رمضان فراموشانه خورد، عبید کرد، بود کرد، بعد بایدش زد، یا فراموشانه 1 کاسه آب رو نوشید بعداً بایدش زد، یا فراموشانه از دیدگاه فقه مذهب امام اعظم با همسرش هم بستر شد، فراموش کردن هر دوشون، اون طعام، این شراب، این آبی که نوشیدن و این همبستری که کردن، اینا برای این مرد حلال است و این پیش خدا مهمان شدگی هست و این روزش باقی است. این در حالت فراموشی است، این مهمان رحمان شدگی است، روزش هم جا بجا است، سرش رو میشوید، روزش رو دوام میده. سلامت باشید برادر عزیز. و سوال ها من فکر میکنم کسانی که در چی هستن
کسی از من پرسید است که شما خوب این سازید؟ من خوبم سازم الحمدلله، شکر علی بودای شما. زکات مال شخصی 5,000 سومانی میشد و شخص دیگری صاحب زکات نیست ولی 50 سومانی صدقه میکند، این چی گونه است؟ شخص از 40 گوسفند یک گوسفند زکات جدا میکند، گوسفند رو کشته و چند نفر دهد یا زنده؟ شما ببینید وقتی که در اسلام یک انسان دارای 40 مال معده هست، یعنی از بز گوسفند، اون یک گوسفند زکات میدهد، بهتر همی است که زنده بدهد، زنده برده یک فقیر را بدهد. وقتی اون رو میکشد مثلا اختلافی میشد، اون رو زنده برده بدهد، این بهتر و خوبترش همین است. و اونی که در بالا سوال کردن که مثلا 5,000 سومانی میدهد صدقه، یک آدم 5,000 زکات میدهد، برادر عزیز از لحاظ فضیلت اونی که 5,000 زکاتش را ادا میکرد اون رکن از ارکان اسلام را ادا کرد، اون خداوندش را لبیک گفت، مسلمانی و یکی از بنای اسلامش که زکات هست اون را ادا کرد. البته به اجر و پاداش نیست، بهترین کار را کرد، اون فرض بندگیش رو پیش خدا ادا کرد. اما این انسانی که زکات ندارد 5,000 صدقه میکند کو، این خیلی فضیلت های زیادی برای این هست، همچون که ما در احادیث زیادی برای این بیان کردیم که اون صدقه او میتواند مثل کوه احد شود در روز قیامت. ما برادرای عزیز دیگر سوال هم نگرفتیم، دوستان هم سوال نکردن. در آخر ما شما رو خداحافظی میکنیم و همیشه دعا کردیم و میکنیم که تمام عبادت های ما، روزه داشتن ما، نماز با جماعت و تراویح ما در مسجد ها و همه عبادت های ما وابسته به امنیت و صلح و ثبات کشور است. ما دعا میکنیم که پروردگار که امروز در تمام دولت ها جنگ و جدال هست، این را بر سر ملت ما نیارد، بر سرزمین ما نیارد، یعنی صلح و ثبات و امنیت کشور ما همیشگی باشد. پروردگار گذشتگان من شما را غریق رحمت کند، من شما را رضامندی پدر و مادر نصیب کند، من شما را در تربیت فرزندان من کامیاب کند. پروردگار را از پیشوای ملت گرفته تا آخران سربازی که در مرز بوم کشور است، همه اینها را در راه اسلام، در راه خدمت دین و ملت موفق کند، از تمام زیان و ضرر با اینها را حفظ کند و همه مردم ما و مردم اسلام را هدایت کامل اسلامی نصیب کند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.